برای این جلو موی جذاب موها را از 8 ابرو به اندازه 4 انگشت جدا کردم. بعد یه دسته موی دیگه به این شکل اوریب جدا کردم و باز اوریب این دسته مو رو پوش میدم. برای اینکه موی قشنگتری داشته باشیم بهتره که این قسمت رو بین تاج ابرو و 8 ابرو جدا کنید. بهش تیجی و ولوماب زدم، وزش رو کامل گرفتم. یه دسته مو از قسمت پایین دوباره به شکل اوریب برمیدارم و همون مراحل رو تکرار میکنم. هر چقدر که به سمت پایین تر میریم با یه میزان پوشمون کمتر باشه. من 3 دسته رو به این شکل کار کردم. دسته موی اول رو یه پیچ خیلی ملایم بهش دادم، هل دادم به سمت صورت و بعد دسته موی پایینی رو دور بالایی میپیچم. هر بار هم شونه کشی انجام میدم. هر دسته مویی که میاد روی کار یه دسته موی دیگه بهش اضافه میکنم و تا آخر به این شکل کار میکنم. بهتره که دسته موها رو حتما شونه کشی کنیم، وزش رو کامل بگیریم و بعد بپیچین. به این شکل موها رو باز میکنم توی صورت، چون که بهش تیجی و ولوماب زده بودم. وقتی موها رو باز میکنم خود به خود نخی میشه. از این قسم موها رو به سمت صدف باز میکنیم و هر کجا که لازم بود میتونید با یه موی سرکش فیکسش کنید. امیدوارم براتون مفید باشه.